اومدم با یک کافه با این منظر و طبیعت و صبحونه خوشمزه و خوش قیمت که مطمئنم ازش خوشتون میاد. اینجا لاهیجان کافه تالاب، سالن بزرگ و ترتمیز با پنجره‌های بزرگ که هر کدومش یه تابلوی زیبا از طبیعت فوق‌العاده لاهیجان. منوی مخصوص صبحونه متنوع بود و با قیمت‌های کاملا منطقی و مناسب. سفارش هامون خیلی زود آماده شد. بشقاب فرانسه، املت قارچ و گوشت، بشقاب ترکی و قوری چای 2 نفر. املت قارچ و گوشت، املتی با گوشت چرخ شده و تکه‌های بزرگ قارچ به همراه دورچین. خوشمزه بود و کاملا قابل پیشنهاد. صبحونه ترکی، 5 رول برک گوشت خوشمزه با یه نون پنیر و خیار گوجه، یه دونه سیمیت و نیمروی کم روغن. پیشنهاد خوبیه برای سالم خورها. بشقاب فرانسه، مخصوص عاشقای غذای سرخ شده. نون کره‌ای، کوکتل سرخ شده، رول پنیری ژامبون، لوبیا و سیب زمینی سرخ شده. سلیقه من نیست ولی میدونم پرطرف داره. به نظرم کافه تالاب تونست با نمره خیلی خوب این تست رو پشت سر بذاره. برای حمایت از پیج لطفاً لایک رو بزن و خوندن کپشن یادت نره.